دومش رو میگیره. اون دومش هم که اونجوری سر موهای دومش ریخته و انقدر میگین خودشو میخارونه، اینا همه به انگل میخوره. اینطور که معلومه اون قرصی هم که میگین بدین اون قطعا ضد انگل نبوده. خب به همین خاطر درمان ضد انگلش رو تکرار میکنیم و یک درمان ضد التهاب میگیره. 2 هفته دیگه میاد تا ببینیم که باید یعنی چطور شد روند درمان، تا ببینیم که چجور ادامه بدم. خارش بیش از حد بدن، به علاوه اینکه یکون دائما برمیگرده دومش رو میگیره، همش به خودش درگیره، اینا همه به آلودگی‌های انگلی میخوره. بنابراین حالا کلا الان چون داریم میریم به سمت فصل گرم، بگم براتون که انگل جلدی خیلی شایع میشه، مثل کنه، مثل کک و اینها. وگرنه مشکل دیگه ای بچه قطعا نداره. 60 کیلو بود. مثل گل میمونه. روزایی که مولد واسه داشت. خب این چند داره؟ نگران نباش. خیلی آرومیه. نشه خوبی. این لیبون هم گفتم آوردم جاتون همون. یادم نمیاد. ماشاءالله.